ما ركروك هاي بنافيلارسا يا عراقية البغداد ويا مافي مروفيا وجبل هندي ما جروبا كي هاي هر دوم ركروي دا يه فوتوغرافر أنا ام نوفي منظمة لارسا بيشنجين فوتوغرافي شوي إنسانية مروفاتية بيشكشين اف بيشنجه هات افكرن كوش برازيل وقت هات يا عراقي البغداد برينوكا كو ايكي نهل الغلا اكد البغداد افكرن بلكن نرى برازيل قد اسنشن من زاني وضعي بغداد درسني عراقي دیف داخازیام و از وی پیشنگی بین مدوگی وقتی من مدوگی اوه اوکی دامن گود از دیشم بجا او وقت نینرا برازیل یهات یوری اف پیشنگی هجی بهرابتر مجلس بهرابتر هر گرینگ یدای برازیل دابو ما دوسه نام کابوم گرینگی کو پتر یا وینا مدای و جناح وینا گیرم گلک جا و بسیاری دیگر از فوتوی بوچی بگیرم خلال و پیشنگی هدا دزانه دی بوچی گرد یعنی ند هندت اشتهی گلک البردستی و نگیرمه البرد جاوی بس وی هستی ناکت و وی فوتوی بگیرد آن اف فوتوی گرینگه خلال و پیشنگی هدا دی شید اوی نام دیگه تاوی او دی شید وی فوتوی او جی گرد و دی بجداریت پیشنگی هد واجد گرد آری مرم شناما برازیل و عراق تایبت کلتور جهاتینا نشاندان بجداری سیو نه کسان اول پتریا و چه هاتینا نشاندان ها شيء بهرابتر سر جيانا قشتيا خلقك يعني مثلا البرازيل فيس خلقي خوي برازيلي نشامه داي باجر خوي نشامه داي جيانا خوب قشتيا نشامه داي خلقي ما تشواجي ماجي فقيرتين هجارتين وري خلقي ما طبيعي جيانا خوب ريفات بد هر وصا ماجي الدسبيكي كو بيشنجي دا ببيني بشتي البرازيل يدمنه كردستانه و چند دوینه گیرگن کردستان بجدار مجید نفس اسلوبی جانا خوی کردواری جلوبرگ خوی کردی فیس خوی کردی این شوادای هر حساب پشتینگی تد بو عراق مثلا بغداد و بصره و عماره و اوان منطقه تمیس و آوت بجدار مرا مش به نامه چی بود نامه من وره از کو همی گاوات بجم ویت همی گاوا نووگی بس نوو هر موزان دف من اوه پرگه ام آواگین شهرمی بو دروی هرمی وجا چه بو برازیل چه بو آلمانیا چه بو فرانسه هر یک شیوه خو شیوه کار شیوه کاری خو میدیا خو فوتوگرافر فوتویت خو و پر آواکت و مکم کرد اصلا بجم آواکت و پیل دوسا بلکه مکم کردن و مکم کریه او بچنویری و اوجی بنویری بس من داخازی که از حس کم کانال و داخاز کم الویری ام وقت فوتوگراف ازت بجم ام بی خدانین کس خل مناکت خدان و ام جیب شین وقتی وانا بچنه در و کار خونی شادن هیوی دارم درگاه بو موابد چرا و بریار وزارت روشنبیری درگاه کی بو موگر یان بوجای ترخان کرد بو فوتوگرافر سالانه بشین هگر چنه بد چند دولت که در و کردستانه هند پیشنگاه پروفشنال نه هر چی و نگر بو شولی آریب کرد بلا آریب اجداری نکرد اوی پیر بد بتفکرم بو در و کردستان زور سپاس بو هواجی ممنونم بو آماده بودن و هر سرکفتی بن افناما فوتوگراف وکو هنر فوتوگراف پیامه که بو مروان همیا کو هنر همی رویت خوبه و همی تخمت خوبه یه پیدا بیش بو مروایتیه
جبو تکیلیا مروفا جبو نزیکبونا مروفا جبو هفرجیانا مروفا اف پنگاوا رکراوالار سا هاوتی کو پیشانگه که هفش کنابرا برازیل و عراق و هرم کردستان دا برهف بکن تشتگلک جوانش بو بدانیاسینا کلتور جدا جدا سروجاوین جدا جدا شیان هزری جدا جدا ات پیشانگه هایی دا اگر مروف بگاوه سرکیله بداتن دیگلک لاین جیانا برازیل بینی کو ما برازیل ندید یا بس ریا پیشانگه هدا ما برازیل دید تو سردان اگه ما کرد هندک تشته هیچ جا به هنرمند دیده دیدن گلک دقیقه رنگ مروف نورمال نابینیدن بس ورب صنعی وکو تابلو اگدانا پیش جاود من دیسانی جیانا کردواریه و نافچاوین کردا و کریارن روزانه جیانا کردواریه و چند هنرمند کردی تدا بجدارن گلک انطباع جوان دا پیش جاو کردن هر روزانه عراقی جی اش روی تکنیک فنی و راستی برای بطریا هنرمند بجدار هنرمند پروفشنالن کو کار کریه و حتما دوری دا پتر بابت یه زقه شوی چنده کو تکنیک یا زق بیدن هندک حالات نبن کو تاکید التکنیکا کامیری کریه و زاویه کریه ولی برای پتر ترکیز حرفه کریه آنکو وکو پیشکاریه که بهتا تعریف کرن آنکو وینین تعریفینش و چنده پتر کو وینین آرتت هنری بن يعني چه شغل مختبری آن یه دقیق بن اینا را که حاضر کری نهاتیه کرن جبرنده جی چه جاوه فرقه يعني تو بچاوه که نورمال بینی و دیمنت نورمال ند سیرن کو مروی برزه کرد دید ناتا ما مستنامه کش ولاتا بریا و نه فوتوگرافی چاو بیتا کرن چند باشه و چند گرنگی آخواه کنفوسیوس بری نو که گوتی بری 1000 ساله گوتی ایک و نه برام بری 1000 کلمه رنگ هر وینک جواجی دینه کته دا فیسه کته دا اوجید بنا 1000 یعنی وینه هی تو دل بر راستی احتمالا تو کتاب سربن ویسی تو نشیوه در برینه که یا وینه بکده باش برنده جی گهاندن وینه بنامه گهاندن نامه وینه جوانترین زمانه و صنعی ترین زمانه از برازیلیه نزانم بس من برازیلی نیاسی رنگ از عربیه نزانم بس من جواک عربی نیاسی و هر وصای برازیلی جی رنگ کردان نیاسی لیجیانا کردازانی و شبرنده وینه صنعی ترین و جوانترین و ترکیزترین زمانه بو کریارا کمیونیکیشن و پیوین دیر نوبرا بروانده I'm very happy with the invitation that I got from LARSA, Human Rights Organization here in Iraq. I was surprised. I didn't know this exhibition was going to happen, and then they invited me, and I was nearby in Turkey, so I decided to come and be here in person because I think it's very important for me to meet the local photographers, the Iraqi photographers, and to share this experience with them. مشتا بومن قالك بخوشة وأسهاتي ما غيدري از بشدار بمن قال فان فوتوغرافرا وفي كالتوري خو برامج خو بيشكش كان واس جدل يعني جي خوش حالي بومن وسوباسيا ريك خراولار سات كان بو يا ما في مروفي بو افدر فتا بو مر ريكستي. What is your main message, main goal to make a exhibition here in The Hague? I think it's very important for people from different countries to relate to each other. And I think photography, especially documentary or photojournalism, is very important. It's a very important tool to make people relate. So I'm here to bring a little bit of my culture from Brazil and learn a little bit of the culture from Iraq, as both countries are very important in the world. And the more people can relate, the more they can have peaceful relationships. تكاليل أنا برهر چند كسادة تجي جلگي گرینگا و وکو کار ما تایبتی وکو فوتوگرافر و وکو کار هنری و کلتری بومسیگلی گرینگا ام تکالیا و بزنن ام تشتت خو پیشانی مبدن أو جيت خو پیشانی مبدن و تایبت دولات وکو برازیل و عراق دفتك گرینگا کو امبیشن وینا ما آشتی و پیک وجیانه و ناما هفدو ناسینه بريكا کلتوری خو وبتايبت فن تشتكي جرينجا ام دياركن اینانا کلتورن هندک ولاتان بو کردستانه اول ندا وکو پریکا لارسا دیسانجی کلتورن عراق کردستان بتایبت البرازیل جینی شابده
It be the starting or beginning, you exchange again to take some culture from here also through LARSA organization to Brazilian or maybe other country? Yes, yes. I hope to one day soon host all these wonderful Iraqi photographers in Brazil for an exhibition there, because not only is important to bring Brazilian culture here, but to bring Iraqi culture there, so that people can learn more about each other. And I think that we're already planning, I think, to have more projects together. I will come back here to Iraq to work more with the Iraqi photographers, and especially with women. I want to make maybe some workshops, or it's just an idea for now, but I want to extend this relationship further. بومن گلک بخوشه بگو من اوج ایکش ارمان جدمه کو ده تو کی نزدیک ده اموان فوتوگرافرت عراقی و هرمیجی به خربنا برازیل و ام ده کاری کن بابا انجام دادن وی پروژه کو الویریجی بترش وان دستکفت و وان برهم داره یعنی بهرمان در فیربن و همان وقت جدا ام ده هولدن یعنی کو تشتگی بکن خلق مجی امریکا وینن و کلتوری و ولات و بناسن و بتایبت اوان وینن او تشتید گریدای جنان و الفيديو. جالك سبوز واو حرد. Thank you.